سیر سیاه چیه؟ در زمان قدیم در آسیای شرق و در کشورهای ژاپن و کره به عنوان گیاه دارویی از سیر سیاه استفاده می‌کردن. حالا چی هست؟ همون سیر سفیدیه که در دستگاه‌های بسیار خاص با تکنولوژی بالا تخمیر شده و بافت سفید و سنگیش از بین رفته و به یک بافت بسیار نرم و ژله‌ای طور تبدیل شده که خیلی هم شیرینه، یعنی اصلا تندی سیر سفید رو نداره چون سولفور ازش جداسازی شده. خیلی‌ها به خاطر بیماری‌های گوارشی اصلا نمیتونن سیر سفید استفاده بکنن. این به خاطر حضور آلیسین در سیر سفیده. ما در سیر سیاه این آلیسین رو شکوندیم و به اس آلیلسیستین تبدیلش کردیم که خواص خیلی پایدارتری در بدن داره و دیگه گوارش شما رو اذیت نمیکنه. تقویت سیستم ایمنی بدن رو در برابر رادیکال‌های آزاد و مضر مراقبت میکنه، برای درمان کبد چرب، برای شادابی پوست و مو، برای پاکسازی عروق و شریان‌های قلبی از چربی چون خواص ضد لیپید داره و کلاً برای بیماری‌های گوارشی حتی فشار خون بسیار بسیار مفید هست. منع مصرف داره برای کسانی که آسپرین و وارفارین و داروهای ضد انعقاد خون استفاده میکنن. حتما باید با تجویز پزشک استفاده بشه. شما میتونید در روز تا 6 7 حبه از این سیر یا به صورت ناشتا یا بعد از غذاتون استفاده بکنید که باعث میشه چربی غذا و ترانس روغن‌های مضر توی بدن جذب نشه. سیاه میتونه یک چاشنی بسیار بسیار مفید توی سبد کالایی هر خانواری باشه که هم برای درمان ازش استفاده بکنه، هم برای بهبود زندگی بهتر و لایف استایل غذایی سالم‌تر.